زرنگ باش با این تکنیک ها. هر کی گفت چرا انقدر ساکتی بگو پرحرفی شما نمیذاره 2 کلام حرف بزنیم. اگر گفت غذات اصلاً خوشمزه نبود، بگو اگه خوشمزه بود که نمیدادم شما بخوری. هر کی گفت چرا این عطر بدبو رو زدی، بگو به مناسبت دیدار شما انتخاب کردم. اگر گفت شوخی کردم بابا بی جنبه نباش، بگو آخرین نفری که شوخی کرد بدجوری پشیمون شد. اگر گفتن این همه دانشگاه رفتی که چی بشه، بگو تا یاد بگیرم تو زندگی دیگران سرک نکشم. بیشتر مردم برای فرار از زنبورها به داخل آب میپرند، اما زنبورها فقط منتظر میمانند تا شما دوباره ظاهر شوید و دوباره حمله کنند. در عوض شما باید صورت خود را با پیراهن خود بپوشانید تا از چشمان خود محافظت کنید و دهان خود را با حداکثر سرعتی که میتوانید برای فرار از هدف قرار دهید. برای یک سرپناه مانند ماشین یک بار در داخل هر نیش را بردارید تا از انتشار بیشتر زهر جلوگیری کنید. برای اینکه زندگی رو بهتر ببینیم باید به این 3 مکان برویم. 1 بیمارستان. در بیمارستان میفهمید که هیچ چیز زیباتر از سلامتی نیست. 2 زندان. در زندان میبینید که آزادی